سلام عرض میکنم خدمت همراهان و بینندگان عزیز که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. امروز همراهتون هستیم واسه آموزش نحوه اصولی زدن واکس داشبورد. توی مرحله اول یه دستمال رو یه مقدار خیسش میکنیم و حالا همونطور که شاید توی تصویر مشاهده میکنین گرد و خاکی که روی داشبورد و جاهایی که میخوایم از واکس استفاده بکنیم نشسته، اول اونا رو تمیز میکنیم. به این صورت ببینیم قشنگ این دستمال یه مقدارش خیسه یه مقدارش خشکه، به همین صورت که بکشین تمیز میشه. قسمت داشبورد رو تمیز کردم. حالا یه مقدارم با همین دستمال همین جاهایی که میخوایم واکس داشبورد رو بزنیم، حالا اینا سلیقه‌ایه، یه مقدار تمیزش میکنیم که گرد و خاک بره. این جاهایی که الان بین این کنسول وسط، دور دنده، جاهایی که گرد و خاک میگیره، همین جا رو دریا، اینا رو هم تمیز میکنیم و با ما همراه باشیم واسه ادامه کار. واسه ادامه کار یه دونه ابر این چنینی، حالا میتونید اینو 3 قسمت مساوی تقسیمش بکنید، ولی من هیچ موقع اینو نمیبرم چون وقتی که میبری پرز میذاره، همینجوری بهتر استفاده بشه. من از اسپری داشبورد نانوسان استفاده میکنم. حالا تکنولوژی آلمان داره، بوشو دوست دارم و حالا این سلیقه‌ایه که از چی استفاده بکنم. واسه شروع کار بهتره که یه مقدار از حالا اسپری رو روی یه مقدار از واکس داشبورد رو روی به این حالت روی ابر بریزین. بعد و قسمت هایی که میخوایم از واکس داشبورد استفاده بکنیم و به این حالت ببینید شن ماساژ میدیم هر موقع رو. خاصیت ابرینه که هر جایی که بخوایم میتونیم بکشیم و هم گرد و خاکی که مونده رو میگیره، هم باعث میشه که قشنگ بره تو جون داشبورد. تو ادامه با من همراه باشین تا اتمام کارم خدمتتون نشون بدم. یه نکته که هست، من خودم موقعی که میخوام با واکس داشبورد فرمان رو برق بندازم، قسمت هایی که دستو میگیریم من به اینا هیچ موقع واکس نمیزنم، چون باعث میشه که حالا بیشتر تو فصول گرم یا وقتی که از بخاری استفاده میکنی این قسمت لیز بشه و شاید مثلا تو کنترل وسیله نقلیه یه مقدار به مشکل بخوریم، دستامون روغنی بشه و فلان. بالاخره چون این مواد شیمیایی دیگه، دستمون رو به دهنمون، چشممون یا جایی میزنیم حالا خوب نباشه. همین قسمت های داخلش رو به این صورت از واکس استفاده بکنیم کفایت میکنه. قسمت هایی که اینجا هست و پشت آمپر. ببینید من واکس رو زده بودم روی این ابر، الان ابر کامل گرفته به خودش، جاهای دیگر رو ابر رو کشیدم، حالا آثار این واکس یه مقدار کمتر شده. این قسمت دستگیره داره، میتونیم اینطوری هم بکشیم که حالا زیاد آثاری از چربی و فلان روش نباشه. خب اینم از اتمام کار. همونجوری که میبینیم کامل تر و تمیز و براق و آثاری از لک و فلان واکس هم روش نیست.
با ما همراه باشین. انشالله آموزش های دیگه توی پیج واسهتون قراره که قرار بدیم. خدا نگهدار.